салом дӯстони гиромӣ, алоқамандони забонҳои хориҷӣ. дарси 14 аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби New Grammar Time. дӯстони гиромӣ, мо шумо расидем дар саҳифаи 40 ва дар ин дарс мавзӯи ин дарс possessive s, яъне ки ин вергуле ки дар инҷо мебинед, вергул ҳамроҳи s, инро апостроф s низ мегӯянд. Апостроф s яъне possessive s мешавад s-и милкият, s-и соҳибият, s-е ки дар баъд аз исмҳо мечаспад ва маънои милкиятро дорад ва ҳаминро дар алоҳидагӣ апостроф s низ мегӯянд. Апостроф s. خب тарзи навишташ агар дар хотир бошад, як лаҳза. Апостроф s. Апостроф s. با فکرم که نمیخیل نوشته میشید. حاضر apostrophe بله apostrophe s. apostrophe s. apostrophe s. بله این را چلی گفتیم apostrophe s نیز میگیم. مشق هفتم است. بخشش قسمت هفتم است، یعنی unit 7 قسمت هفتم از کتاب New Grammar Time. Look, this is my scarecrow. Scarecrow آدمکی، اینو چخیل ترجمه کنیم، آدمکی که در سری کشتزارها، دهخانه ها میزنن، یعنی همون است. خب یک لحظه من قاموس را نگاه کنم یک بار دیگر. خب دوستان گرامی، این رو در فرهنگ انگلیسی توجیکی نگاه کردم. scarecrow خوسه میشد است، مترسک، آدمکی سری خیرمن، حراسه و به معنای مجازی یعنی مایه ترس و هراس. یعنی اگر به یک کلمه و دو کلمه ترجمه کنیم میشود مترسک این را نام کنیم یا آدمکی سری خیرمن. آدمکی سری خیرمن مثلا scarecrow مترسک یا آدمکی سری خیرمن. میگوید look نگاه کن، this is my scarecrow. این آدمکی سری خیرمن من است یا که مترسکی من است. و در اینجا دیو برین میگه که it's very funny. این خیلی شوق‌آور است، خیلی خنده‌آور است. بعدا در اینجا میگه is this Dave's shirt. Is this Dave's shirt. انا همین اس که در نام دیو اضافه شده است، انا همین اس یعنی اس apostrophe s است. apostrophe s یا اسی ملکیت، یعنی possessive s. میگه آیا این پیراهن دیو است؟ پیراهن دیو، یعنی اگر در جمله توجیکی نگاه کنیم شاید که به معنای همون بندک اضافی بیاد، بندک اضافی. مثلا آیا این پیراهنی دیو است؟ زاید میخندد و در جواب میگه yes بله it is. yes it is بله همون است. and these are my dad's old trousers. یعنی اینها به سوی شیم اشاره کرده است. اینها شیمی کهنه پدر من است. شیمی کهنه پدر من، یعنی شیمی کهنه اش مثلا.
یعنی که فهمیده میشد که مایکه رو از دیو گرفته است. مایکه دیو است. شیمی پدرش است، یعنی پدر زوی. و در اینجا میگه this is Corky's ball. This is Corky's. Corky's همین s apostrophe s است. در اینجا Corky is نیست، Corky's است. This is Corky's ball. این کاسه کورکی است. خب and the shoes و پایافزول ها چی؟ یعنی برین سوال کرده است و پایافزول ها چی؟ در اینجا زوی میگه they are your shoes. یعنی اینها پایافزول های تو هستند. خب possessive adjectives، یعنی در اینجا apostrophe s یا همون در زبان ترکی apostrophe s نیست اومده است و ویرگولی بالا ترجمه شده است یا ویرگول بالا. Zoe's scarecrow یعنی مترسکی زوی. Dave's shirt پیراهنی دیو. The scarecrow's shoes پایافزال های مترسک یا پایافزال های آدمکی سر خیرمن. Possessive adjectives یعنی این بود apostrophe s، این هست جانشین های صاحبی. Her scarecrow یعنی ما میتوانیم که بگوییم که Zoe's scarecrow یا اینکه her scarecrow یعنی آدمکی مترسکی وای یعنی وای دختر. His shirt میتوانیم Dave's shirt بگوییم، میتوانیم his shirt بگوییم یعنی پیراهن وای. Its shoes یعنی پایافزال های وای. خب در اینجا قاعده است Zoe's scarecrow is funny یعنی مترسکی زوی شوق‌آور است، خنده‌آور است. در اینجا s یعنی همون apostrophe s است، یعنی در اینجا آورده است possessive s، s ملکیت. Her scarecrow is funny. Her scarecrow's funny. در اینجا apostrophe s نیست، یعنی s ملکیت نیست. به کدام خاطر؟ در اینجا الکی جانشینی صاحبی آمد، یعنی her scarecrow is funny است در اصل. خب اینجا s یعنی is، در اینجا s هر دو یک خیل تلفظ می شود، هر دو یک خیل نوشته می شود، اما در معنا گوناگون هستند. یعنی اینش is است، اینش apostrophe s است. The shoes are brains. در اینجا apostrophe s است، s ملکیت. مثلا پایافزال های brain s یعنی possessive s. Brain is cross. در اینجا brain is است، چیزی که در اینجا آمده است brain is cross. خب در اینجا تمرین است. write apostrophe s. در اینجا apostrophe s می نویسیم. Zoe's scarecrow is funny. Dave's shirt is old. Dad's trousers are purple. Corky's ball is red. The blue shoes are brains. apostrophe s است در اینجا. ترجمه نمیکنیم به خاطر که اینها ما در صحیفه بالا گذاشتیم. Look, read and write. خب در راستی هر یک انسان اینجا نامش هست. استیو، چلو یا کلو، ویکی، زوی، کاتی، مارک. در اینجا نامهای اونها را می نویسیم همراهی apostrophe. نگاه کنیم که bike is green یعنی دوچرخه کی سبز است. خب دوچرخه چلو یا چلو. خب در اینجا خودش نوشته است چلو's bike is green یعنی دوچرخه چلو.
Chloe's bike is green. Chloe's bike is green. یعنی دوچرخه کلوی سبز است. Bike is black. Bike is black. در اینجا دوچرخه کی سیاه است. دوچرخه استیو. استیو سیاه است. Steve's bike is black. دوچرخه استیو سیاه است. خب bag is pink. سمکه کی گلابی است. گلابی ای از اونی زوی. Zoe's bag is pink. خب سمکه زوی گلابی است. Hat is purple. یعنی در اینجا کلاهی کی بنفش رنگ است. کلاهی کی بنفش رنگ است. بنفش رنگ فکر میکنم از کتی. خب Cathy's hat is purple. یعنی کلاهی کتی بنفش رنگ است. Inline skates are red. Inline skates are red. پایافزال‌هایی که با اون راه میگردیم یا که اینو نمیدونم در زبان تاجیکی چی ترجمه میکنن. یک لحظه دوستان. Inline skate یعنی رولی کویکن کی گفتیم در اینجا سرخ است از کتی. یعنی Cathy's inline skates are red. رولی کویکن کی یا که همون پایافزال‌هایی که خب دوستان فهمیدین دیگه ما چی رو در نظر داریم. این پایافزال‌هایی که به اون یعنی که قدم نمیزنن بلکه سواری میکنن مثل دوچرخه سواری. پایافزال‌های سالادار ترجمه میکنیم. خب و مثل همون پایافزال‌ها از اونی که هستن کتی هستن. خب shirt is blue. یعنی در اینجا مایکه کی کبود است. می‌نگریم مایکه کبود در اینجا فکر میکنم زوی است یا که shirt مارک باشه شاید مارک کبود. Mark's shirt is blue. مایکه مارک کبود است. خب اینجا اپوستروف اس گذاشتیم و در اینجا چی میگذاریم؟ جانشین‌های صاحبی. Bike is black. پس اینجا مرد است. His bag is pink. Hat is purple. در اینجا نیز hair. Inline skates are red. در اینجا نیز hair. Shirt is blue. در اینجا his shirt is blue. خب با همین خاطر اکتفا میکنیم. بنابراین به خاطر که در اینجا موضوع نو آغاز می شود درباره رنگ ها. خب این بود درسی 14. تا درس های نوبتی. خدا نگهدار.